سلام به روح رفقا، به روح پاک رفقا. خب آیسان اسلامی دیگه کسبازی بسته دیگه. آی مریضم و آی علیلم و آی نمیدونم بلیلم و آی شلیلم و آی شلولم و آی دودولم و بیدار شدم ساعت 5 داداشی را. امروز این کلینره میاد خونه رو تمیز بکنم، کنم بیاد بشوره. ساعت 5 بیدار شدم، بعد دیدم حاجی میگه آیسان. گفتم جان حاجی جون. دیدم حاجی میگه آیسان جون تمرین نکنم چون داره خوب میشه، ولی میرم سر کار. ای خدا چه روز قشنگی، وای. کلمم این چقدر بهتر شد، استراحت کردم. چه خبر؟ آره ساعت از امروز دیگه آیسی پسر قدیر برگشت تو دوران اوج خودش. صبح بلند شدم برم، دیدم حاجی میگه آیسان الان بیا ورزش بکنی بدتر میشی. ولی دیروزی که کل روز تو خونه بودم خیلی خوب غذا خوردم. تصمیم گرفتم من و مامانم و بابام از امشب دیگه با هم همه خوب در کنار هم باشیم. تو مرغم گذاشتم اینا زنم خونه تمیز بکنم. من انقدر آب زیاد میخورم این آب تموم شد. دیدی؟ دوباره با دورده دادم. چه خبر؟ دلتون برای من تنگ شده بود یا نه؟ جان ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر. تمام سربازات بیارن برای من رژه میرن. من اینجوری وایسادم صبر کن. اصلا دارم دید میزنم فرماندار رو ببینم وضعیت چجوریه. ای مرز تو جان شیعیان، باینده والیمان ما. سرگرد سالش کرد آیسان اسلامی پسر قدیر، سرما خوردی کون کش. چه خبر؟ خوبین؟ انقدر دلمون برای شما تنگ شده بود، به خدا راست میگم خیلی سرحال شدم. حالا میدونی از کجا همه فهمیدن که حال آیسی آقا خوب شده؟ الان بهش وای تمام موام سفید شد. قدیر پدرم بیا موهای پسر آیسی آقا جان پارو هیکل نگاه شیروار هیکل من خوبه. حالا میدونی از کجا فهمیدم که اوضاع من خوبه؟ الان به شما نشون میدم کف بکنیم. بیا دوباره برگشتم اینجا به کرمای خودم، فهمیدی؟ وقتی برمیگردم رو کرما یعنی چی؟ یعنی که اوضاع من خوبه. بعد داداشی صورتت که تمیز میکنی دو سه تا حوله نو اینجا میذارم. خب قشنگ خوشگل. بعدش الان همه شاید بگن خب او الان دیگه کرم میزن. نه بعدش میدیم برای سرم ماسک نه بلش کن دیگه کسی شره. این کرم رو میزنم. این مهتاب جون گفته بودن که صورتتون آیسان خیلی خوشگله. من همیشه این کرم استفاده میکنم. کرم کوسی هاپلو کوسی اسم کرمه. سرحال شدم و هیکل من رو ببین چه هیکلی دارم. بیا هیکل من حال کنید. حاجی ناموسن صورت ببین که برفی شدم. خدا رو 100,000 بار
خدا رو 100,000 مرتبه شکر. پروردگار منو ببخش که چند روز از تو فاصله گرفته بودم، اعصابم خراب بود. من پروردگار کس ننم خندیدم، منو ببخش خدا جون. حله؟ اگر هر از گاهی میبینی سر به هوا میشم، منم یه بنده کسمشنگ تو هم دیگه، ناراحت نشو از من. قلب من با توه. من میدونم این سرما باعث بود که تو بخواستی یه تلنگری به من بزنی بگی ای خار کسی امشی، حواست جمع بکن، فکر نکن کودتاگری برای خودت رو زمین. آره الان ولی برگشتم به دوران اوج میکر من. ببین خوردم خوابیدم استراحت کردم، الان میخوام برم برای دلتون تنگ شده بود برای من یا نه؟ خدایی جان قدیر برگشتم رگ گردن خود. دلتون برای من تنگ شده بود یا نه بچه‌ها؟ با خط سینه من چی ناموسن دلتون برای من تنگ شده بود؟ جان قدیر من نباشم میخواین چی کار بکنی؟ من اگه بخوام الان دوباره برگردم خدمت، من الان هر لحظه احتمال داره نیروهای آمریکایی منو بخوان، چون من تکتیر اندازم دیگه. من تکتیر اندازم. 190,000 تا هدشات زدم. هدشات یعنی کله زدم با تفنگ. اینا احتمال داره هر لحظه منو بخوام. پشت من نگاه کنیم، پسر خار کسته میشه بلایی به روزگار من آورد. پشت نگاه کنیم میبینی جای لیوانو میبینی، بادکشه چیه اینا، تمام کون و مون من و اینا، تمام اینا. آقا میگن آهنگای خیلی قشنگ فارسی. پایه دوربین کجا گذاشتم؟ اینجاست. میگن آهنگای خیلی قشنگ فارسی توی تلگرام چیه اونجاست. این دوست ما آقای مهدی هست که پیش ما این مهدی که هست پیش ما، آقای قائم شهری به ما کمک میکنه، همکار ماه. بخوام برم سر کار یه دونه تلگرام برای من درست بکنه، هنوز ندارم و درست کنم لینکشو میذارم توی همین اینستاگرام. میخوام ببینم که اگه من اونجا تلگرام بزنم شما میتونین برای من اونجا آهنگ بفرستین یا نه. من میخوام آهنگای ایرانی، محلی، شمالی، اینا همه رو اونجا داشته باشم. میگم آجی خدایی میگم این بنده خداهایی که آجید مریضن باید خونه بمونن، خدایی نکرده این داداشای ما که درگیر ویلچرن. با من دیروز تو خونه داشتم استراحت میکردم، کمرم پشتم فهمیدی؟ پشتم انقدر درد گرفت، برای این زنگ زدم شب ماساژور بیاد. میگم آجی خدایا ما بعضی موقع شوخی میکنیم، کسی شعر میگیم، هیچی سلامتی آدم نمیشه. به قرآن مجید به حضرت عباس. یعنی حاجی تو علف که نمیکشی تازه میفهمی که علف که میکشی انقدر خارکسته توپی اصلا نمیدونی دنیا داره کدوموری داره میره. یعنی میگم فکر کن خدای نکرده مثلا یه جوریه، خدای ما بعضی موقع سر کاریم، یه موقع مثلا تو خیابون داریم میریم سر کار، یه روز پر استرسیه مثلا یه گنجشک میبینیم میگیم ای کاش ما جای این گنجشکه بودیم. بابا کس خار زندگی همه داداش قشنگیش به همین بالا پایین و استرساشه دیگه. حالا جدا از آجی شوخی، حالا من که همه چیز شوخی الان فهمیدم، حالا منتظر یه کسی رو بگم نه فهمیدی؟ زندگی داداش به همین استرساشه دیگه. زندگی بی استرس که اصلا دیگه به درد نمیخوره که. الان من دیروز کل روز همه چیز دایورت کرده بودم، رو خایه افتاده بودم، اصلا مهم نبود بمیری نمیری. آجی من واقعا شکرگزار خدا هستم، برای شما هم دعا میکنم اگه حوصله بعضی ما نری، خدایا من و همه رفیقای منو صحیح سالم نگه دار. الهی آمین. همین الان یکی مثلا درد میزنه خواهر سپر ماشین میگه ای آیستان دهنت گاییدم با این دعا.
من داداش از امروز، حالا میخواین شما فکر کن من دارم کسی شعر میگم، من از امروز همون جوری که جلوی شما تصمیم گرفتم علف رو ول کردم، از امروز به شما دارم میگم امکان نداره به مدت 1 ماه از امروز من دیگه بخوام ناراحت باشم یا انرژی منفی تو زندگی من باشه. فقط خوشحال. به خدا از امروز دیگه تصمیم خودم رو گرفتم. الانم داداش کسخلم، میخوام داداش با بنزه برم سر کار برای خودم روز جمعه احساس کنم وضع مالی من خیلی خوبه، یه ماشین شاسی بلند دارم. کسخلم مگه؟ مریض بودم، تازه مریضی من خدا به من شفا داد، خوب شدم. میخوام برم برای خودم کاسبی بکنم و زندگی قشنگی رو برای خودم درست بکنم. دیدی حال کن. آقا یه چیز باحال برای من میتونید بفرستید من تو این ترید بذارم؟ ترید تو ترید چیه؟ من چی ندارم تو این ترید، آماده است. یه روغن زیتون از اردن، یکی از رفیقای من بر این من میریزه که شکمت خوب کار بکنه. یاد باشه داداشی، حالا من میدم شاید بهتون بر بخوره، این همیشه من میگم، هر هفتم میگم، شکمت که خوب کار نکنه، دستشویی که بری بخواد جدارهای رودت گیر بکنه، دهنت بو میگیره، حالت خرابه، یه ذره روغن زیتون بریز، همه رو خالی کن، خالکوزه بره. میدونم آقا میخوای تو شکمت نگه داری که چی بشه، کجا بخواد اینو میخوای ببری بیاری، نیم کیلو بریز کسکشو بره دیگه. بابا همش که نبود من بگم که آقا تلگرام ندارم هنوزا، میخوام برم سر کار، آقا مهدی بگم درست بکنه، برمیگردم از اولای پشت من نگاه کنه. حواست از مجردم ها. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم، حالم خوبه، خدا رو شکر. شما خیلی دعا کردین برای من. آقا یه دقیقه به من یه توضیح میدین؟ اینم دوباره بگم من اون بقیه ویتامینا رو ویتامین اینو یادتون نره. آسپرین بچه 81 هر روز یه دونه از دکترتون سوال بکنین بخورین، بالای 30. میگم قلب ایرانی‌ها وضعیتش خیلی خرابه. من یه دونه از اینا معده خالی میخورم، اینا پروبیوتیک، این دیگه مثل اینکه شکم بکم راه میندازه. شکم آجی بدترین وضعیت دنیاست، کسکش کار نکنه. من یه مدت قبلا که علف میکشیدم با علف میرفتم دستشویی، اونجا میشستم و فکر و خیال و بعد میدونی که من اصلا دست خالی برم دستشویی، تو اگه او یه چکه بیاد پایین، فقط با سرم گرم باشه توی چیزی. بعد 99% ایرانم کندرد دارن. کندرد می یعنی چی؟ یعنی زیاد دستشویی میشینی به کونت که دست بزنی، حالا چه زنی چه مردی دیگه، انسان این دیگه آجی، انسان این. چوری به گوشتون میگین دست بزنین کثیفه با درست بکنین، کونم بگیر بگا رو بگیریم بگا. این دارم پزشکی صحبت میکنم. این کون زیاد که بشینی یه چیزی از توش میزنه بیرون، باباسیل بلاسیل بواسیل نمیم چه انیه. بعد روتون هم نمیشه به کسی بگین، یه مهمونی که برین میخواین بشینین اینجوری میشین، اینا یه مهمونی اول برین اینجوری نمیتونین بشینین که هی باید اینجوری بعد عرض میکنم خدمتتون، بعد یه بار دوباره بلوی لپ کونت بشینین، همین نمیتونی صاف قشنگ بشینی رو کونت. فهمیدی؟ این داداش همه فکر میکنن که خوب میشه آب زیاد بخورن و
آره داداشی، اون کندر درست بشون نیست، اونو باید بری دکتر یا عملش میکنه. آره داداش، اونو باید بری دکتر اونو تلفنم زنگ خورد، اونو باید بری دکتر داداشی عملش بکنی. 3 روز خوب میشه دوباره میاد، 4 روز خوب میشه دوباره میاد، فهمیدی؟ بعد دردش هم حاجی بیتابت میکنه. میگم دیگه باید آب زیاد بخوری داداش. من خودم روزی حداقل 4 تا 5 لیتر آب میخورم، فهمیدی؟ یعنی گلم همیشه همینه. بعد روغن زیتون هر دقیقه میخورم، کاهو زیاد میخورم. شما وقتی بری دستشویی خوب نتونی زور بزنی، یعنی زور زیاد بزنی، اون سیستم شوفولوفسکی از دکونت میزنه بیرون. کنزری بیا دیگه. من هر چیزی